در سالهای آغازین دعوت پیامبر اسلام در مکه، سران قریش که از گسترش اسلام نگران بودند، از او خواستند نشانه‌ای آشکار برای اثبات پیامبریش بیاورد. آنان شرط کردند اگر ماه شکافته شود، سخنش را بپذیرند. در شبی روشن، پیامبر به اذن خدا به سوی ماه اشاره کرد و حاضران دیدند که ماه به دو نیم شد و سپس دوباره به هم پیوست. این رویداد شگفت‌انگیز که بعدها به شق القمر معروف شد، برخی را به اندیشه فرو برد، اما بیشتر مشرکان آن را جادو دانستند و بر انکار خود پافشاری کردند. این واقعه در منابع تاریخی و تفسیری اسلام نقل شده و در سوره قمر به آن اشاره شده است. حدود سال 570 میلادی، ابرهه حاکم یمن تصمیم گرفت کعبه را ویران کند تا مردم به جای آن کلیسای او را زیارت کنند. او با سپاهی بزرگ و چند فیل جنگی به سمت مکه حرکت کرد، چیزی که عرب‌ها هرگز ندیده بودند و وحشت سراسر شهر را گرفت. مردم توان مقابله نداشتند. عبدالمطلب گفت این خانه صاحبی دارد، خودش از آن دفاع می کند. سپاه به نزدیکی مکه رسید. ناگهان آسمان پر شد از پرندگان ابابیل. هر پرنده سنگ ریزه هایی از گل سخت شده در منقار و پا داشت. آنها سنگ ها را بر سر سپاه فرو ریختند. سربازان یکی یکی نابود شدند. سپاه عظیم ابرهه در مدت کوتاهی از هم پاشید و خود او نیز در حال فرار هلاک شد. قرآن میگوید آنها را مانند کاه خورده شده قرار داد. آن سال به نام عام الفیل شناخته شد. در سالی که تاریخ آن را عام الحزن نامید، پیامبر اسلام محمد صلی الله بیش از هر زمان دیگری تنها بود. خدیجه همسر و پشتیبانش از دنیا رفته بود. ابو طالب حامی و مدافعش دیگر نبود. دعوتش در مکه با تمسخر و آزار پاسخ می‌شد و سفر تلخ طائف با سنگ و تحقیر پایان یافته بود. در چنین شبی، نه شبی عادی، بلکه شبی میان اندوه زمین و وعده آسمان، حادثه‌ای رخ داد که در تاریخ ماند. قرآن میگوید پاک و منزه است خدایی که بنده‌اش را شبانه سیر داد. اسراء آغاز شد. به روایت منابع معتبر، جبرائیل بر پیامبر نازل شد و او را بر مرکبی به نام براق سوار کرد. سفری شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی. در بیت المقدس پیامبر اسلام پیشوای نماز شد در جمع پیامبران الهی. گویی تاریخ توحید در یک صف ایستاده بود. اما این پایان راه نبود. معراج آغاز شد. آسمان‌ها یکی یکی گشوده شدند. در هر آسمان پیامبری، سلامی و گواهی بر رسالت محمد صلی الله، تا جایی که قرآن آن را سدرة المنتهی می‌نامد، نقطه‌ای که حتی فرشته وحی دیگر اجازه عبور نداشت. جبرئیل ایستاد و پیامبر رفت، نه برای دیدن بلکه برای نزدیک شدن. در آن قرب الهی دستوری داده شد که ستون دین شد: نماز، پیوند روزانه انسان با آسمان. و سپس بازگشت در همان شب، پیش از آن که بستر سرد شود. اما آن شب نه فقط پیامبر که مسیر ایمان انسان تغییر کرد. و امروز هر بار که انسانی با دل شکسته به نماز می ایستد، داستان اسراء و معراج دوباره تکرار می شود، از زمین به سوی خدا. شبی آرامی بود، از آن شب‌های ساکت مکه که آسمانش پر از ستاره است و کوه‌ها در تاریکی رازدار سکوت زمین می‌شوند. محمد، مردی 40 ساله با قلبی سرشار از اندیشه و روحی بیقرار، باز هم به غار حرا پناه آورده بود. سالها بود که از هیاهوی بازار و بت‌های سنگی خسته می‌شد و به این غار کوچک در دل کوه نور می‌آمد، جایی که فقط آسمان بود و سکوت،
و خدایی که او با تمام وجود حسش می کرد. آن شب اما با همه شبهای دیگر فرق داشت. باد آرامی از دهانه غار می وزید. محمد در خلوت خود غرق بود که ناگهان حضوری عظیم فضا را پر کرد. نه شبیه انسان، نه شبیه هیچ چیز آشنا. نوری سنگین و با عظمت غار را در بر گرفت. قلبش تندتر زد. سکوت شکست. صدایی ژرف و نافذ فرمود: اقرأ، بخوان. محمد با شگفتی پاسخ داد: من خواندن نمیدانم. دوباره آن حضور آسمانی او را فرا گرفت، گویی آغوشی از نور و هیبت. صدا تکرار شد: بخوان. و باز همان پاسخ. بار سوم غار حرا دیگر همان غار کوچک نبود، گویی آسمان به زمین نزدیک شده بود. آنگاه کلمات جاری شد، کلماتی که تاریخ را دگرگون می کرد. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. هر واژه همچون نوری در جانش می نشست. او نمی خواند، گویی خوانده می شد، گویی حقیقت خود را بر قلبش می نوشت. لحظه‌ای بعد آن حضور آسمانی ناپدید شد. غار دوباره در سکوت فرو رفت، اما محمد دیگر همان محمد پیش از آن لحظه نبود. قلبش سنگین از مسئولیتی بزرگ و روحش لرزان از عظمت آنچه دیده بود، از کوه پایین آمد. شب هنوز تاریک بود که به خانه رسید. با صدایی که لرزش در آن پیداست گفت: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. خدیجه همسر مهربان و استوارش او را در پارچه‌ای پیچید. نگاهش آرام بود، آرامشی که از ایمان می آمد. وقتی ماجرا را شنید بیدرنگ گفت: به خدا سوگند، خداوند هرگز تو را خوار نخواهد کرد. تو راستگویی، امانتداری، به نیازمندان کمک می کنی. روزی روزگاری، زمانی که بنی اسرائیل در زیر ظلم فرعون زندگی می کردند، حضرت موسی علیه السلام مأمور شد قومش را از چنگ فرعون نجات دهد. او با عصایش کنار دریا ایستاد، در حالی که فرعون و لشکریانش از پشت سر در تعقیب بودند. مردم ترسیده و حیران نگاهشان به موسی دوخته شده بود. حضرت موسی علیه السلام عصایش را بلند کرد و ناگهان با قدرتی که خداوند به او داده بود، دریا دونیم شد. آب به دو سمت کشیده شد و مسیری خشک و امن برای عبور بنی اسرائیل باز شد. مردم با شگفتی و شادی از میان دیوارهای آب عبور کردند، در حالی که فرعون و سپاهش هنوز در شک و تردید بودند. اما همین که آخرین نفر عبور کرد، آب دوباره به هم برگشت و فرعون و لشکریانش در آن گرفتار شدند. این ماجرا نه تنها نشان دهنده قدرت خداوند بود، بلکه درس ایمان و شجاعت را به همه نسل‌ها یاد داد. حتی وقتی راهی غیر ممکن به نظر می رسد، با ایمان و توکل معجزه ممکن است. پس از وفات حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مکه با فشار و آزار شدید مشرکان روبرو شدند. برای یافتن پناهگاهی امن و دعوت مردم به اسلام به شهر طائف سفر کردند. ایشان سران قبیله ثقیف را به توحید دعوت کردند، اما آنان نه تنها ایمان نیاوردند، بلکه مردم و کودکان را تحریک کردند تا پیامبر را سنگباران کنند. کودکان و افراد نادان شهر حضرت را دنبال کردند و سنگ می‌زدند تا جایی که پاهای مبارکشان زخمی و خونالود شد. پیامبر به باغی پناه بردند و زیر سایه درختی نشستند. در همان حال با دلی شکسته اما سرشار از ایمان این دعا را زمزمه کردند: خدایا، از ناتوانیم و کمی چاره‌ام و خاریم نزد مردم به تو شکایت می کنم.
اگر تو از من خشنود باشی باکی ندارم. در این هنگام بنابر روایات فرشته کوهها آمد و گفت اگر بخواهی 2 کوه اطراف طائف را بر سرشان فرو می‌ریزم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، امید دارم از نسل آنان کسانی بیایند که خدا را بپرستند. پیام این داستان اوج صبر و رحمت پیامبر را نشان می‌دهد. حتی در اوج آزار نفرین نکردند. به آینده و هدایت نسل‌های بعد امیدوار بودند. این ماجرا نمونه ای از اخلاق و مهربانی پیامبر اسلام است که بعدها باعث شد بسیاری از مردم همان منطقه ایمان بیاورند.